باشه. من پردیسم و به کانال من خیلی خوش اومدین. امروز به مناسبت روز کتاب و کتابخونی میخوام راجع به کتابایی که خوندم و خیلی دوستشون داشتم تو این امسال صحبت کنم. از اونجایی که سال میلادی هم داره تموم میشه و یه جورایی میشه گفت تتمه کارنامه برای منم هست اینجا، چون با گودریدز میرم جلو. فکر کنم فرصت خوبیه. انگار یه جنبندی یه سری کتابای امسال هم هست. این ویدیو یکم طولانی میشه چون راستش انتخاب خیلی سخت بود از بین این کتابا و نتونستم از خیر هیچ کدومشون بگذرم. برای همین دیگه به بزرگی خودتون ببخشید و نورم خیلی کمه اونجور که این هوا اینجا پیداست. اینجا زمستونه، پاییز البته، و الان ساعت 3 خورده یه داره شب میشه. و همین دیگه من هرچی نور داشتم اینجا روشن کردم، ولی خب فکر کنم بازم کمه. اولین کتاب هستش آرزوی بزرگ که همین دیشب تمامش کردم و آقا من عاشق این کتاب شدم. یعنی عاشقش شدم، جوریدم که چرا تا حالا من نرفتم دیکنز رو بخونم. داستانش هم خیلی ساده است، راجع به یه پسری به اسم پیپه که با خواهرش و شوهر خواهرش زندگی میکنه و آقا یه شوهر خواهر داره. اصلا من عاشق این جور شدم. این خواهرم شبیه فولاد مادر زره است، یعنی مادر فولاد زره است و همش به این بدبخت که چرا تو اصلا پیش مایی، چرا یه نون خور اضافه واسه ما آوردن، خیلی غر میزنه. پیپ با اینا زندگی میکنه تا اینکه یه روز یکی از آشناهاشون میاد میگه که یه خانومی که یه جای دیگه زندگی میکنه و خیلی پول داره از پیپ خواسته که بیاد و با دختر خونش بازی کنه. این خانوم هم کسی نیست جز خانم هاویشام که مامانم همیشه به من گفت خانم هاویشام. و داستان اونجا شروع میشه که پیپ میره پیش خانم هاویشام، شروع میکنه با استلا دختر خونش بازی کردن و همونجا عاشق استلا میشه. و این آرزوهای بزرگ در حقیقت آرزوهای رسیدن پیپ به این دختره کل داستان، ولی عالی بود. این خیلی توصیه میکنم با چیز بخونین، با کتاب صوتیش بخونین. اصلا فوق‌العاده بود صدای محمود قناعت پیشه تو این کتاب. بعدی یه چنگانه است، 4گانه ناپلی یا ناپولی، از اگه پیدا باشه، از النا فرانته که به دوست باهوش من هم میشناسنش. کدوم کتابش بود؟ ها این کشینه. به دوست باهوش من هم میشناسنش. من این 4 تا کتاب رو امسال خوندم و انقدر دوستش داشتم که هی داشتم کش میدادم که تموم نشه و از سریالش هم باش آشنا شدم. این یکی از معدود کتابایی بود که اول سریال رو دیدم که خیلی اونم خوب بود و رفتم سراغ کتابش. داستان اینم خیلی تک خطی و ساده است، راجع به 2 تا دختر به اسم لیلا و لنو که توی ناپولی ایتالیا تو سال 1950-60 زندگی میکنن. بعد قضیهش اینه که یه روز حال حاضر پسر لیلا به لنو زنگ میزنه و میگه مامانم گم شده. اونم میگه که خیالت راحت، اتفاقی نیفتاده، مامانت همچنان میگه نه، تمام عکساش هم قیچی کرده از تو آلبوم و هیچیش نیست. و اونجا لنو میفهمه که مثل اینکه لیلا بالاخره رفته و شروع میکنه به انتقام داستان دوستی 60 سالش با لیلا رو تعریف میکنه، چون نویسنده است و شروع میکنه تایپ کردن. و ما فلش بک میخوریم به سال 1960 توی یه محله فقیرنشین تو ناپولی که دقیقاً این دوتا داستان این دوتاست، از بچگی و تا 60 سالگیشون. این 4 تا من خیلی دوست داشتم. جلد آخرش که آنها که میروند و آنان که میمانند، این خیلی سیاسی شد ولی بازم به نظر من فضای خیلی قشنگی بود. یعنی کلا کتابو نمیتونستم در این بذارم. بعدی که یکم از فضای این کتابا دوره ولی خب من هرچی گیرم بیاد میخونم، زیر درخت بلوطه. این در حقیقت من از طریق آرزو شناختم. من مانگا و مانهوها هم میخونم ولی نه به نسبت رمان، تقریبا کمتر میخونم و بیشتر انیمه میبینم. تا اینکه یه روز ویدیو آرزو رو دیدم، جیپسی کلاب، و اونجا بود که با این زیر درخت چی بود؟
بلوط، یادم زیر درخت بلوط آشنا شدم و رفتم مانهواشو خوندم. بعد مانهواش تقریبا تا نصفه جلد 1 رو کاور کرده. انقدر عاشقش شدم که رفتم کتابش هم گیر آوردم و کتابش هم خوندم و از آمازون هم سفارش دادم که بیارم. فکر کنم جلد 2 اینم اومده. داستانش راجع به یه دختریه به اسم مکس که این لکنت زبون داره و مکس دختر دوکه. دختر دوک یک آدم بسیار ستمگریه که مکس رو همیشه به خاطر این لکنت زبونش تهدید میکنه، مجازاتش میکنه و اصلا هیچ مجلسی هم نمیذاشته بره، تا اینکه پادشاه به پدر مکس یعنی دوک دستور میده که باید بری و بجنگی، یعنی باید بری جنگ. اونم برای اینکه نره جنگ مکس رو به عقد یه لرد در میاره به اسم ریفتان و اینجاست که داستان این دوتا شروع میشه. بعدم ریفتان بعد شب عروسی میذاره میره جنگ و مکس فکر میکنه که این بنده خدا ولش کرده و بعد که ریفتان برمیگرده و میخواد مکس رو ببره پیش خودش، مکس اینجوریه که ما واقعا هنوز زن و شوهریم، تو نمیخوای طلاقم بدی و دیگه بقیه‌اش خودتون بخونین. ولی خب فکر نمی‌کنم ترجمه داشته باشه صادقانه، چون خیلی صحنه‌های مثبت 18 توش زیاده، اما خیلی ساده است انگلیسیش و میتونین با حتی چت، من یه جاهاشو میدادم چت جی پی تی ترجمه می‌کرد، خیلی خوب بود. رمان بعدی که اینم باز مجموعه است و باز از فضای این دوره، آتش بدون دوده، اما من فقط 3 تا جلد اگه پیدا بشه 3 تا جلد اولش رو آوردم، یعنی گالان و سولماس، درخت مقدس و این یکم اتحاد بزرگه. اینو باز من از معرفی حدیث خوندم که اون فکر کنم 2 جلدی داره، 3 جلدی بزرگشه، یه چاپه یه مدل دیگهشه، مال من 7 تا جلدشه. اینم خیلی دوست داشتم واقعا. من کتاب فارسی، یعنی کتابی که نویسندش ایرانی باشه، نمیدونم چرا کمتر میخونم، ولی این یکی از چیزایی بود که خیلی دوست داشتم. اما 7 جلدشو نه، یعنی من کلا 4 جلد خوندم و 5 و 6 و 7 رو ول کردم، یعنی دقیقا جایی که مارال و آنلی، اسم پسره یادم نیست، اون دوتا میشن شخصیت اول، تا اونجا خوندم، چون فضای داستان خیلی سیاسی شد و دیگه من واقعا حوصله‌ام نمیکشید، برام پرکشش تر بود جلد قبلش. داستان اینم کلا راجع به یه نسل خانواده است که از گالان و سولماس شروع میشه و اینا ترکمنن، توی 2 تا قبیله ترکمنن که به شدت هم با هم دشمنن و گالان عاشق سولماس دختر کت خدای اون یکی قوم میشه. در حقیقت قوم که نه، در حقیقت یه قومه، 2 تا قوم بودن تو ترکمن و با هم مشکل داشتن، قبیله، ببخشید 2 تا قبیله که با هم مشکل داشتن. گالان از یه قبیله عاشق سولماس از یه قبیله دیگه میشه و خلاصه با جنگ و خونریزی و اینا سولماس رو میدزده و ما توی این کتاب داستان بچه های اینا، نوه هاشون و اینا رو میخونیم و یه سری مسائل سیاسی که اون موقع ترکمن ها با دولت درگیر بودن. خیلی داستانش یادم نیست ولی واقعا کتاب خیلی قشنگیه، به خصوص جلد اولش شبیه رئالیسم جادوییه، انقدر که توش اغراق داره، عشق بزرگ داره. کتاب بعدی که اینم باز همین چند وقت اخیر خونم ویدیوشو گذاشتم، اسمش هست الینور اولیفنت، کاملا حالش خوبه. این کتاب هم یه کتاب خیلی حال خوب کن و بغلی و روانشناسیه که حالا تو ویدیوش خیلی خوب راجش توضیح دادم، دیگه نمیگم، اما خیلی خلاصه بخوام بگم داستانش راجع به الینوره که 30 سالشه، با هیچ کس ارتباطی نداره و کلا میره سر کار برمیگرده خونه، فقط هم هفته یه بار به مامانش زنگ میزنه، تا اینکه یه روز لپتاپش یا کامپیوترش تو شرکت خراب میشه و زنگ میزنه مسئول آیتی شرکت یعنی ریموند و با ورود ریموند به این کتاب و به زندگی الینور، کلا زندگی الینور عوض میشه و ما میریم تو عمق زندگیش که ببینیم آیا واقعا حالش خوبه یا نه. اینم من با کتاب صوتیش گوش دادم. کتاب صوتیش از ترجمه آرتمیس مسعودی بود
و واقعا دوستش داشتم. یعنی دوتاشو با هم خوندم و خیلی خوب بود. ترجمه فارسیش هم از آرتمیس مسعودی، نشر آمود. ترجمه خوبی بود. کتاب بعدی که عاشقش شدم امسال شیرزنان تهران از مرجان کمالیه که اینم ترجمه نداره فکر میکنم. این کتاب من با بوک کلابی که اینجا توش عضوم خوندم و یه ویدیو مشترکم با مریم با هم دادیم. کتاب راجع به 2 تا دوسته که زمانهای قدیم با هم زندگی میکنن و این 2 تا به دلایلی از همدیگه جدا میفتن و بعد یکیشون میره طبقه خیلی خوب، یعنی میشه گفت پولدار اون موقع قبل از انقلاب، و یکیشون تو طبقه متوسط میمونه و بعد از سالها توی مدرسه این 2 تا دوباره با هم دیدار میکنن و داستان تغییرات و تحولات 2 تاشون رو فکر میکنم تا پیری میگه. کتاب خیلی بوی ایران میده. اصلا من وقتی رو میخوندم انگار داشتم صحنه‌های خونه مام بزرگم و مامانم اینا رو به یاد میبردم. پر غذای توش، یه جوری که مرجان کمالی تمام رسپی غذای ایرانیشو به انگلیسی نوشته و گذاشته توی سایتش. اینم بگم که این کتاب انقدر خوشمزه بود که من بوکلابی که اینجا بودم بچه‌ها همه اینجوری بودن که آقا ما گشنمون میشد با این غذای این، و من اینا ورشتم بردم یه رستوران ایرانی که همون غذا رو بخورم ببینن چه مزه میده. البته که هیچ وقت طعم غذای مامان نشد، ولی میخوام بگم که چقدر یه کتاب میتونه فرهنگ انتقال بده. خاصه اینم انگلیسیش خیلی راحته. اگه که ای بوکش رو خواستین من فکر کنم دارم، بهم بگین میفرستم. و اینکه انگلیسیش هم خیلی راحته، صادقانه میشه خوند. کتاب بعدی کتاب عجیب و مریضی بود اما خیلی دوستش داشتم. I who have never known men. منی که هیچ وقت مردا رو نمیشناخت، هرگز مردان رو نمیشناختم، یه همچین چیزی میشه ترجمهش کرد، که اینم فکر کنم ترجمه نداره، ندیدم تا حالا صادقانه، و خیلی کوتاهه. این اصلا واقعا از شدت مریضی فکر میکنم با کتاب گیاهخوار و ویژیتریان هنگ کنگ برابری میکنه، حتی میتونه بالاتر باشه. به خاطر اینکه کتاب من از اولش که شروع کردم جودم چی میشه. یعنی حتی مسافرتم اینو با خودم برده بودم، داشتم لب استخر میخوندم، دوستم کلافه شده بود که اینو ول کن، و آخرش مدل اصغر فرهادی تموم شد. این اصلا نفهمیدم چی شد. من خلاصه‌شو نمیگم چون کلا بخوام بگم نصف کتاب باید تعریف کنم، ولی برید بخونید. داستان به شدت زنونه‌ایه و مریض روانشناسیه. انتظارم نداشته باشین که آخرش جواب همه سوالاتون رو بگیریم، چون نمیگیریم. انگار داریم میگم اصغر فرهادی میبینیم. و کتاب آخر که خیلی دوست داشتم، باز اینم به توصیه حدیث بود، خانه ارواح، که اینم باز یه داستان نسلیه راجع به یه خانواده تو شیلی که ما از بچگی شخصیت اصلی داستان میخونیم تا نوش که این کتاب رو تموم میکنه. خلاصش هم بخوام بگم، اگه نمیدونین، داستانش راجع به خانواده دلواله است که استبان، یکی از مردهای اون دهکده‌ای که بوده، با کلارا دختر اینا ازدواج میکنه و داستان راجع به استبان و سیاست‌هاش و اتفاقاتی که داخل خونه میفته، داستان زندگی بچه‌هاشون، نوه‌هاشون و ایناست. یعنی سرراستش همینه، ولی صادقانه خیلی خوب بود، به خصوص که رئالیسم جادویی توش داشت و من عاشق رئالیسم جادوییم. بعد موراکامی واقعا یه تنها رئالیسم جادویی که خوندم امسال این بود. خب خیلی هم ویدیو طولانی نشد، شد یه رو. مرسی از این که تا اینجا ویدیو نگاه کردین و شما بگین که نظرتون راجع به این کتاب چیه اگه خوندین. اگر هم نخوندین که بهترین کتابایی که امسال خوندین چی بوده. خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.